آن وقتها از حیات نام و نشانه نبود. کائنات اسرار زیادی را در خود نهان می داشت. جرمهای آسمانی به هم بر می خوردند، پاره می شدند، وصل می گردیدند. جرمی که جاذبه‌اش بیشتر بود، دیگر سنگ پاره ها را به خود بیشتر می کشید. آهسته آهسته آن بزرگ شد. اول این جرم خشک بود، بعدتر آن را سردی فرا گرفت و آن یخ بست. این حالت میلیون ها سال دوام کرد. سپس در کائنات تحولات به وجود آمد و به این جرم بزرگ نور خورشید تابید. حیات پیدا شد. این جرم نام زمین را گرفت. زمین مادر حیات است. حیات را باشد در زمین آب به وجود آورد. آب نخست خیلی زیاد بود، تازه بود، به همه می رسید. ولی تدریجاً آب افلاس شد، کم گردید و از نارسایی آب آدمان زیادی تلف یافتند. به همه این خود آدم گناهکار است. آخر آب را احتیاط نکنیم آب می میرد و سبب مرگ همه موجودات می گردد. درست است که آب منبع حیات است، ولی متاسفانه سبب محو حیات نیز هست. از این رو نقش و مهمیت آب در حیات خیلی مهم و برجسته است. تاجیکان از ازل آب و حیات را به هم بسته می دانستند و آب را مقدس می داشتند. توجه دائمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دایر به حل مشکلی های وابسته به آب و دعوت جامعه جهان در این رابطه به هم رأی ادامه فرهنگ زندگی ساز نیاگان تاجیکان بهر سعادت و خوشنودی انسانیت است. استقبال از چهارمین تشبث جهانی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تحت عنوان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028